امروز یه آیفون اومده پیشمون که ضربه شدیدی خورده بهش. مشتریمون خیلی تاکید داشت که از LCD اورجینال براشون استفاده کنیم. متاسفانه توی بازار LCD اورجینال روکاری به سختی پیدا میشه که خیلی هم LCD گلاس تعویض رو به اسم روکاری برای آیفون استفاده میکنن. کار تعویض LCD آیفون اگر بخوایم ارور داخل تنظیمات نیاد، باید این IC رو از روی LCD خراب جدا کنیم و بندازیم روی LCD جدید که ما موقع تعویض این IC از دستگاه CNC استفاده میکنیم تا صفحه نمایش حرارت کمتری موقع تعویض IC ببینه. بعدش میریم به کمک پروگرامر تون صفحه نمایش رو فعال میکنیم. موقع جمع کردن دستگاه هم از چسب مقاوم در برابر آب استفاده میکنیم که مثل روز اول بشه و آب و گرد و خاک داخل دستگاه نره. البته با ضربه‌ای که به این دستگاه خورده بود فیس آیدی هم خراب شده بود که مشتری خیلی بهش احتیاجی نداشت و دستگاه رو جمعش کردیم.